инициативу, значит, по вопросу, по этому пункту, который говорит. Регламентите поправки. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اگر در کد جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای خط هنوز دعوی شده نمودن 5 نمود جنایت یکی از اونها جنایتی آدم کشتن در حالتهای وزنی کننده است، دومین جنایتی تجاوز به ناموس در حالتهای وزنی کننده است، سوم جنایت‌های تروریسم و جنایت‌های بی‌عدالتی و گنوسید که این دو جنایتی اخیران در تجربه تفتیشاتی سودی تاجیکستان یگان وقت جای نداشتند. عملا برای 3 ترکیب جنایت جزای قتل وسیع شکل نگاه داشته می‌شود، لیکن از لحظه‌ای که ما قانون درباره اعلام کردن مراتوریا بر تعیین و اجرای جزای قتل قبول کرده هستیم، جزای قتل عموما برای یگان نمود جنایت تطبیق کرده نمی‌شود و تعیین کرده نمی‌شود، اجرا هم کرده نمی‌شود. طول 10 سال اخیر در تاجیکستان نسبت یگان شخص حکم قتل برآورده نشده است و به اجرا هم رسانده نشده. یعنی که از این مراتوریا علاقه 10 سال گذشت و 10 سال چند کمیسی‌های هم در نزد وکالت رئیس جمهور هم در نزد پارلمان تشکیل شد که آنها باید آموزش می‌کردند فکر عقیده‌های مردم اویدی بیکار کردن حکم قتل. من همچون جامعه شهروندی که در این ملاقات‌ها اشتراک کرده، در این کنفرانس سمینارها و دیگر مجلس‌ها علاقه قسم زیادی اقوالی از آن جمله متخصصان نماینده پروکراتور در این مجلس‌ها فکر خود را گفتند و گفتند که امروز روزی هم است که حکم قتل بیکار کرده شود، چون که تحلیلی آنها نشان داد که بودن حکم قتل و کم شدن جنایت نمی‌رساند.